به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت همه شما دوستان عزیز، برادران، خواهران، فالوورهای عزیز و اون دسته از عزیزانی که تازه به کانال ما پیوستند و ما رو دارن دنبال میکنن. بچه‌های عزیز، من اول از هر چیز عذرخواهی میکنم بابت اینکه چند روزی نتونستم براتون ویدیو تهیه بکنم. حقیقتش من یه مقدار کسالت داشتم و به خاطر اون متاسفانه ترجیح دادم که یه مقدار استراحت کنم و ویدیوهای خیلی خوبی رو قراره انشالله با هم دیگه آماده بکنیم. اما قبل از هر چیزی من گفتم یه مروری بر مکالمات قبلی با هم دیگه داشته باشیم. اگر اون کلیپ ها رو حالا فرصت نکردید هم بتونید اونا رو ببینید. حالا من خیلی خلاصه و خیلی سریع گذرا ازشون رد میشم و انشالله آماده میشیم برای کلیپ امروزمون. امیدوارم که اون کلیپ ها رو شما مطالعه کرده باشید و الان فقط میخوایم یک ریویو با هم دیگه داشته باشیم، چیز زیاد خاصی نیست. خب ما در جلسات گذشته یک مکالمات روزمره رو داشتیم که راجع به احوال پرسی کردن بود. بعد از احوال پرسی کردن ما میرفتیم سراغ این که حالا مثلا تعداد خواهر برادر، مکالماتی که ما در قسمت فروشگاه با هم دیگه داشتیم، اینها رو حالا ما میخوایم یک بار با هم دیگه ریویو بکنیم و امیدوارم که شما هم همراه بنده باشید. خب پارت اول ما داشتیم که Hi, how are you? I'm good, thanks. How about you? I'm fine, thank you. How is it going? Not bad, thanks. And you? Pretty good, thanks. خب این مکالمه راجع به همون مکالمات عادی و احوال پرسی بود که ما با هم دیگه داشتیم. در پارت بعدی ما داشتیم که Good morning, how are you today? Good morning, I'm doing well, thank you. And you? I'm doing great, thank you. خب این هم راجع به باز احوال پرسی بود. خب ما لغاتش رو هم با هم دیگه آنالیز کردیم. لغت good morning بود که ما داشتیم، لغت great و good morning بود، لغت great بود. بعد خدمت شما عرض کنم که چیز زیاد خاصی نداره. pretty good بود، pretty good. خب در پارت بعدی ما داشتیم که Hi, my name is John. What's your name? Hi John, I'm Sarah. Nice to meet you. Nice to meet you. که من خدمتتون عرض کردم که اصطلاح nice to meet you، اجازه بدید من ماژیکم رو عوض کنم. لغت اصطلاح nice to meet you بود که این nice to meet you به معنی از دیدار شما خیلی خوشحال هستم. خب در ادامه nice to meet you too Sarah. What do you do for a living? یعنی شما چیکار میکنید؟ شغلتون چیه؟ I'm a teacher. How about you? I'm an engineer. engineer رو داشتیم. engineer رو داشتیم که به معنی مهندس بود. و در ادامه Do you have any sibling? Yes, I have 2 brothers and 1 sister. How about you? I have 1 brother. خب لغت سیبلینگ رو داشتیم. و تمام. بعدش رفتیم سراغ مکالماتی که ما در قسمت فروشگاه داشتیم. Excuse me, where can I find the dairy products? They are in aisles 5. How much does this cost? It costs $10. خب dairy product products. و خدمت شما عرض کنم که
لغت خاص دیگه ای نداشتیم. آیلتس هم که گفتیم به معنی راهرو یا راهرو بود یا اون قسمتی که قفسه ها در داخلش قرار گرفته. در ادامه Can I pay by credit card? Yes, we accept credit cards. Do you have a loyalty program? Yes, you can sign up at the customer counter. Do you have this in a larger size? Let me check for you. این اصطلاح بچه ها let me check for you رو داشتیم که بسیار مهم بود. من اینجا می نویسم خدمتتون. این خیلی مهمه. nice to meet you خیلی در مکالمات ازش استفاده میشه. Let me check for you. Is this available in blue? Yes, we have it in blue. What time do you close today? We close at 8 p.m. Are you open on Sundays? Yes, we are open from 10 a.m. to 6 p.m. on Sundays. خب این یک مروری بود بر جلسات و قسمت‌های گذشته. خیلی سریع میریم سراغ مکالمه در قسمت‌ها و جاهای دیگر. مثلا در تاکسی باید چجوری صحبت کنیم، در مغازه باید، در رستوران باید چجوری صحبت بکنیم و با ما همراه باشید. میریم سراغ پارت بعدی. خب در ادامه من بازم سلام عرض میکنم خدمتتون. بدون فوت وقت ما سعی میکنیم سراغ ادامه آموزشمون بریم. خب بچه‌ها کتابی که من ازش استفاده میکنم کتاب نیست، من جزوه‌ایه که خودم تهیه کردم، چون در حالا برای من کامنت گذاشته بودین که استاد یه مقدار صدات باید رساتر باشه. چشم، من صدامو سعی میکنم رساتر براتون ضبط بکنم و منبعی هم که من ازش استفاده میکنم بچه‌ها خودآموزه. من حالا سعی کردم تیکه هایی رو جمع آوری بکنم و یه چکیده ای رو به صورت خیلی ساده در اختیار شما قرار بدم که اگر مثلا در موقعیت های مختلف قرار گرفتید بدونید مثلا از چه نوع مکالماتی باید استفاده بکنید. زبان انگلیسی خیلی فراتر از اون چیزیه که شما فکرشو بکنید. میتونید از منابع مختلف استفاده بکنید، خودتونم حالا برید تحقیق بکنید. اما خب به هر حال این چکیده‌ایه که من تونستم تهیه بکنم و فراهم بکنم براتون. امیدوارم که بتونید دیگه استفاده لازم رو ازش ببرید و منو همچنان حمایت بکنید، به من انرژی بدید، به من روحیه بدید. من خیلی خوشحال میشم که نظراتتون رو بشنوم و در خدمت شما دوستان و عزیزان گلم هستم. خب بچه‌ها حالا ما میخوایم بریم سراغ مکالمه در رستوران. ما میخوایم بریم در رستوران و مکالماتی رو داشته باشیم. خب ما گفتیم که customer به معنی کسی که فروشنده هست، کسی که وارد مثلا حالت خریدار مانند داره. و یک ویتر داریم. ویتر هم یعنی خدمتگزار. خب hello, I have a reservation under the name of John. Hello, I have a reservation under I have a reservation under the name of John. خب به معنی چی؟ میگه hello, I have a reservation under the name of John. من اول می‌نویسم بعد با هم دیگه شروع می‌کنیم به آنالیز کردن و ترجمه کردن. Welcome, please follow me to your table. Welcome, please follow me to your table.
to your table. خب باز در ادامه customer یعنی کاستمر میپرسه که Can I see the menu please? Can I see the menu please? The menu please. Here is the menu. Here is the menu. خب اینجا پس دوباره میشه W. خب ببینید بچه‌ها لغت آنچنان سخت و دشواری رو نداره. کاستمر میپرسه که Hello, I have a reservation under the name of John. reservation که همون رزرو کردن هست. رزرو کردن. شما زمانی که میخواید برید یه چیزی رو رزرو بکنید تو فارسی هم میگید رزرو. reservation under the name of John یعنی سلام من یک نوبتی داشتم، یک رزروی رو داشتم به نام آقای جان. حالا این جان میتونه هر اسمی باشه. خب ویتر یا اون پیشخدمتکار یا اون صندوقدار از شما میپرسه که welcome please follow me to your table. welcome که همتون بلدید یعنی خوش آمدید. خوش آمدید. please follow me دنبال کردن رو بچه ها بهش میگن follow me. follow me لطفاً من رو دنبال بکنید برای میزتون. welcome please follow me to your table. خب در ادامه میپرسه که can I see the menu؟ see به معنی دیدنه و منو هم که همون منوی پذیراییه. can I see the menu please؟ here is the menu. here یعنی بفرمایید. من اینجا می نویسم یعنی بفرمایید این منو خدمت شما و شما این رو ببینید. خب حالا من اینو پاکش میکنم و ادامه مکالمه رو خدمتتون می نویسم. خیلی خدمت شما عرض شود که خب اصلاحی میکنم من اینو برش دارم. خب حالا در ادامه وقتی منو رو بهشون میده در ادامه میگه What do your comments? What do your comment? What do your comments? Recommend ببخشید. Recommend. What do you recommend? Your recommend? حالا با هم آنالیز میکنیم. میگه I recommend the grilled salmon. I recommend the grilled salmon. خب what do you recommend? I recommend the grilled salmon. عذرخواهی میکنم. I'll have the grilled salmon please. I'll have the grilled the salmon please. The salmon please. خب در ادامه Would you like anything to drink? Would you like anything to drink?
to drink? Yes, I'll have a glass of red wine. Yes, I have. Yes, I'll have a glass of red wine. خب What do you recommend? What do you recommend؟ یعنی شما چه سفارشی دارید؟ یا بچه recommend به معنی پیشنهاد هست. پیشنهاد. What do you recommend؟ شما چه پیشنهادی دارید؟ I recommend the grilled salmon. خب grilled salmon یک نوع ماهی کبابی هست. من اینجا خیلی ریز می نویسم. میگه خب ما در داخل رستوران هستیم دیگه، معمولا در داخل رستوران غذا رو سفارش میدم. I recommend the grilled salmon. یعنی من پیشنهادم ماهی کبابی هست. I'll have the grilled salmon. یعنی من یک ماهی کبابی رو میخوام سفارش بدم. I'll have the grilled salmon please. من خواهش میکنم که یک دونه ماهی کبابی رو به من بدید. خب در ادامه ازش میپرسه Would you like anything to drink؟ یعنی آیا شما چیزی دیگه برای نوشیدن میخواید؟ یا آیا شما نوشیدنی هم میل دارید؟ Drink به معنی نوشیدنی. Yes, I'll have a glass of red wine. بچه‌ها red wine یک نوشیدنی مثلا مثل آبجو مانند یا همون شراب خودمون هست که یک مایه به رنگ قرمز رنگی. پس what do you recommend? I recommend the grilled salmon. I'll have the grilled salmon please. Would you like anything to drink? Yes, I'll have the glass of red wine. خب ما هنوز در داخل ما هنوز در داخل رستوران هستیم و داریم غذا رو سفارش میدیم. خب من اینجا رو پاک میکنم تا بتونم ادامهش رو خدمتتون بگم. خیلی خوب. در ادامه که ما نوشیدنی هم سفارش دادیم Can I have the bill please? Can I have a bill please? Can I have the bill please? Here is your bill. Here is your bill. Do you accept credit cards? که اینو در مکالمات قبلی هم داشتیم. Do you accept credit card? Yes, we do. خیلی راحت. Yes, we do. اینجا هم علامت سوال. خب در ادامه میپرسه که Can I have a bill please؟ یعنی من میتونم صورت حساب رو ببینم. این صورت حساب رو برای من میارید. میگه Here is your bill، یعنی این بفرمایید. بیل هم که میشه صورت حساب. Do you accept credit card که ما اینو داشتیم. accept گفتیم یعنی قبول کردن. credit کارت هم که همون کارت اعتباری هست. Do you accept credit cards? Yes, we do. خب به همین سادگی. پس ما مکالمه در رستوران رو با هم دیگه کار کردیم. شما هم میتونید بچه‌ها
چند بار که این مکالمات رو با همدیگه اگر کار بکنید خیلی راحت میتونید روی اون مکالمه مسلط بشید. فقط خواهش میکنم که حتما تمرین و تکرار رو شما انجام بدید تا این ملکه ذهن شما دوستان بشه. امیدوارم که از این پارت خوشتون اومده باشه و طبق معمول لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره، از من حمایت بکنید. خیلی دوستتون دارم و شما رو در پارت های بعدی میبینم. یا علی.